چی گفت؟ قربونت بشم. بریم پارک با هم بازی کنیم. کجا بریم پارک بازی کنیم؟ منشی دکتر الان زنگ زد که باید بیای برای ویزیت دوره‌ای. ویزیت دوره‌ای برای چی؟ من که 1 سال از عملم گذشته. همونطور که میدونید ویزیت‌های دوره‌ای بعد از عمل بینیتون رو باید خیلی جدی بگیرید. پس اگر حتی بعد از 1 سال بعد از عملتون دکترتون گفتش که برای ویزیت باید بیاید، حتما این کار رو بکنید. مثلا خود من بخیه اصلی نوک بینیم جذبی نبود و دکترم گفتش که باید 1 سال روی بینیت بمونه و بعد از اون باید کشیده بشه. پس حواستون به این موضوع باشه و این ویدیو رو حتما برای دوستاتون بفرستید.